کسر 5/7 رو میخواییم به روش گرد کردن با تقریب کمتر از 100 بنویسیم. در ابتدا شما باید 5 رو تقسیم به 7 بکنید تا خارج قسمت تا 3 رقم ادامه پیدا بکنیم. تو 5 تا 7 نداریم پس 0 میشه. یه 0 اینجا میذاریم یه ممیز. تو 50 تا چند تا 7 تا 49 تا کم میکنیم. یه دونه باقی مونده. 0 نمیتونیم برداریم که میشه که میشه 4. دوباره یه 0 تو 10 تا چند تا 7 تا یک 7 تا 7 تا 3 تا باقی مونده. دوباره یه 0 4 تا 28 تا دوباره 10 2 0. خب تا 3 رقم شد ادامه دادیم. حالا میخوایم با تقریب کمتر از 100 به رقم سمت راست نگاه میکنیم چون چاره تغییر نمیکنه. پس تقریبا میشود 71 صدم.